ما و شما دوزخ میگوییم. شاید که در همین خاطر ما و شما یک عادی بگذرد که دوزخ چی هست. خدا در قرآن میگوید کلا انها لظا نزعت للشوى. این دوزخ خیلی سوزنده هست، خیلی شعله ور است. نزعت للشوى، شوى گفته پوست انسان میگویند. 100 ساله راه ماندن به دوزخ خدا میگوید پوست انسان بدر میکنه. اینا دوزخ میگویند. نار بنی آدم التي توقدون، پیغمبر میگوید این آتشی که شما در چکدانهای خود استفاده میکنید، این آتش هایی که برای چای جوشاندن خود استفاده میکنید، پیغمبر خدا چی میگوید؟ جزء من 70 جزءا من نار جهنم. این یک حصه از 70 حصه آتش دوزخ است. این یک حصه است. ما و شما در همین آتش دنیا طاقت نداریم. فعمل المعصیه بقدر صبرك على النار، پیغمبر گفته است از این خاطر همون قدر گناهی بکن که قوت سوختنش داشته باشی. این اهون اهل النار عذابا، پیغمبر میگوید آسان ترین عذاب در روز قیامت در دوزخ چه عذاب است؟ من له نعلان یغلی منها دماغه. آسان ترین عذاب دوزخ پیغمبر خدا گفتن این است که مرد را میارن، مرد دوزخی را میارن و دو پای افضالی که دوزخی هستند در پیش او میگذارن و میگوین این پای افضال ها را بپوش. پای افضال ها پیغمبر خدا گفت چنان یک حرارت، چنان یک حرارت گرمیش بلند هست که چه است؟ یغلی منها دماغه، آب بینیش می جوشاند. این آسان ترین عذاب دوزخ است. ما و شما بترسیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، برای همین خدا ما و شما را میگوید ای مردم از خدا بترسید. خدای شما سختگیر است. شاید بعضی سوال ها کنند که آیا ترازوی اعمال عمل انسان را چه خیلی میسنجند؟ مفسرها بر این اختلاف نظر دارند. من در یگان حدیث صحیح ندیدم چگونگی ترازو را پیغمبر خدا بیان نکردند، لکن مفسرهای قرآن در این اختلاف دارند که عملهای نیک و بد شما در روز قیامت به یک مجسمه تبدیل می‌یابد، یعنی به یک صورت تبدیل می‌یابد، به یک صورت مرد زیبا یا به یک صورت مرد خیلی زشت، و اونها را خداوند در روی ترازو میگذارد و میکشد. کردارهای نیک ما و شما به صورت یک مرد زیبا میگردد، کردارهای بد ما و شما به صورت یک مرد خیلی زشت، خیلی صورت شکلش ناخوبه تبدیل میگردد. خداوند اینها را میکشد و برای ما و شما خبر میدهد این عملی نیکت، این عملی بدت است. بعضی از مفسرها بر اینند که همون نامه اعمال کتاب وقتی که اگر وزنین باشد و خداوند در بالای همون ترازو میگذارد، همون زمان حکم تو را میبرارد و اینش مفسرها رفتند. لکن ما و شما یک عقیده باید داشته باشیم و الوزن یومئذ الحق، خدا گفته است ترازو در روز قیامت حق است و عملهای شما همش کشیده می شود.